اومدیم داشمون آموزش چرخ بزنه که به فارسیشو نمیدونم که به ترکیش نمیدونم چی میشه. خلاصه بریم سراغ ویدیو. Let's go. میخواد داش ابوالفضل گفتم آموزش بزن نگفتم چیز بکن. آموزش اول پروانو محکم میچسبیم، بعد میایم جلو کمر رو فشار میدیم و یهو دیریفت چطوره؟ دیریفت آموزش بزن نزن که آموزش. اول اینجوری ترمز رو نگه میکنیم اینجوری میکنیم. اینجوری نمیکنیم که یکم قشنگ‌تر داز بره بچه ببینن. که چی؟ حالا که سگ سواریمون بذارم اول ابوالفضل بره. برو ابوالفضل. این بچه‌مون سر این کات 50مین باره دوباره ویدیو رو از اول شروع کردم چون این آقا حالا میخواد شاهکار کنه. اون مایی امروز هم جمعه است. همون از بیرون میاد. برو بده این چیه آقا؟ اینم تو پیاده فیلمبردار اولمون که گفتیم سلام بچه‌ها. فیلمبردار دوم که خودمم. اگه ساب کنید که خیلی ممنونم. بهمون روحیه میدید، کامنت بذارید، قلب بذارید و اگه کالاف بازی میکنید که 160 سی پی جازه گذاشتم یکیش قوانینش اینه که ساب داشته باشی، کامنت بذاری، از کامنت ها کاری که انجام میشه. دومیش هم که ای چنل 20 تا بشه داخل یه ویدیو گذاشتم زیر چیزش تایمرش. بعد گفتم اگه چنل 20 تا بشه از زیر کامنت ها این ویدیو نفر برنده رو انتخاب کنم. 240 سی پی رایگان. پس اگه میخواید 240 تا سی پی رایگان داشته باشید سری چنل ساب، کامنت، لایک و خود جایزه این ویدیو 80 سی پی که به عبارتی میشه 99 تومن یعنی 100 تومن. خب الان میخوایم بریم یکم این سربالایی هست این طرف. نه فکر کنم بریم این طرف. یه دون مغازه هست 405 بازی که ایلیکس پرشیا کدومشون؟ نه خودم پرشیا. بعضی موقع میگن 405 بعضی موقع پرسپولیس. میگن پرسپولیس. تازه امروز پرسپولیس و تراکتور فکر کنم داشتم بازی میکنم. بچه ها گفتن همین این ابوالفضل گفتم ویدیوش این گفت که انگار بازیکنان پرسپولیس مسموم شدن. ایوا داره بارون میاد. حالا ما یه روز اومدیم ویدیو بگیریم. آی آدم مریض. این عجب آدم مریضیه. اینم میدونه تو به ما. یه دونه سگ داریم اینه اسمش ابوالفضله. خورشید عجب آفتابه. حالا میریم سراغ ایلیکس بازی. یه دونه تیکاف بزن برامون تا شیر هستی باشه من هر چقدر پیاده بشم. خب یه دونه تیکاف بزن برامون. هردید غلط. تو بیا ویدیو ما بگیر فیلم مردا من میزنم همینجا نگیم خب اول رزوانس من میخوام بیاد جانم. اگه میخواید مال کدومه بهتره؟ اگه جورت داری بیا اینجا فرما جلو رو بگیر. اگه جورت داری ترمز رو نگه.
بذار این طرف ببینم میشه. نشد. خب بریم سراغ استکانه بریم. چقدر راضی بودید؟ خب امروز برای ویدیومون تموم شد. اینم چرخامون که اول ویدیو گم اوملود. آیا واسه شما همین فقط دکوریه یا فقط واسه منه؟ من فقط اولاش این چرخ وایسا سلام کن سوسول. اچرخ پیاده شو بولفاز. اچرخ پیاده شو یه دونه از این ویدیو بگیره. سلام سوسول. تو خود چیه سوس کردی مگه فضولی؟ نه بچه باید تربینه فعلا گود بای تا ویدیو بعدی خداحافظ. سابسکرایب رو نکنی، سابسکرایب کن عزیز من.